سلام و وقت بخیر. امیدوار هستم خوب باشید. من مختار لشکری در یک پلتفرم جدید مهمان خانه های شما دوستان عزیز و هموطنان گرامی شدیم. شما برنامه کاکتوس با من را از طریق شبکه یوتیوب مختار لشکری تماشا خواهید کرد. امیدوار هستم که در این برنامه ها و مثل گذشته من را همراهی کنید و بدون شک صحبت ها و احساسات متفاوتی در این فصل از کاکتوس با من وجود خواهد داشت. ما به دنبال این هستیم تا بدانیم چهره ها و شخصیت های مطرح هنری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی افغانستان در این مدت چگونه زندگیشان سپری شده و حالا در کجای این جهان هستند. حتما شما مطلع هستید که تعداد زیادی از این چهره ها و این شخصیت ها از افغانستان خارج شدن و حالا دیگر در افغانستان نیستند. مهمان برنامه خودمان کسی که شما با چهره و صدای او بسیار زیاد آشنا هستید و مطمئناً بیشک منتظر هستید تا بدانید که او در حال حاضر کجاست، خود را به کجا رسانده، وضعیتش از لحاظ امنیتی چگونه است. سلام و به گفتگوی من خوش آمدید. سوال اول من برای این برنامه از شما: چطور آنقدر به سقوط نظام جمهوری مطمئن بودید؟ شما بارها گفته بودید که این نظام پایدار نخواهد بود. سالهای بسیار زیادی از اواخر حکومت آقای بوش تا به آغاز و نهایت و پای حکومت اوباما کوشش ما با امرای امریکایی بوده که در سال 2010 کنفرانس لندن بود و در این کنفرانس لندن امریکا و متحدینش اصطلاح تروریسم رو بدل کنن به اصطلاح شورش. آقای غنی فرار کرد، نظام سقوط کرد و رویاهای 20 ساله یا ارزش‌هایی که در 2 دهه توسط مردم افغانستان ایجاد شده بود از بین رفت، از دست رفت. شنیدید در کجا بودید و چه احساسی به شما دست داد؟ تا جایی که به ما تعلق داره، به آرزوهای ملت افغانستان تعلق داره. واقعا به عنوان یک آگاه امور به آینده کشوری به نام افغانستان امیدوار هستید؟ کشته شده میریم، زیر پای میشیم و به عزت میشیم و ما مردم افغانستان باید به هوش بیاییم. من میدانم خانواده همگی نگران خودت، من میدانم. بعد تصمیمی که گرفتی چی بود؟ ما و رئیس جمهور اوباما پیمان امضا کردیم. با از امریکا شروع، اول پیمان با امرای هند امضا کردیم، دوم با امرای کجا امضا کردیم، باز با امرای امریکا امضا کردیم که پیمان امسال نمیش بود. شدید طرفدار از این پیمان و به این امید که این پیمان و آراستن افغانستان باید قسمت عمده و بزرگ جامعه جهانی باعث مسئولیت خارجی افغانستان